رحمت مرا دستگیر کرد. و بیگون خیلی کردهش رو خداوند به درگاه الهیش قبول گردونه. پروردگار دستی کم رو نبینه. مردمی ما باور کنید خیلی رحمدلن، خیلی و خیلی رحمدلن. الحمدلله. السلام علیکم برادران اتا و خواهرانی که این حال ما رو میبینید. رحمت به همه شما برای دستگیریتان، رحمت برای که همه کس دستگیری کرده، رحمت برای همه خدمت کردهتان، رحمت برای برادران مهاجر، دادران مهاجری که تا دم این روز ما رو دستگیری کردن. رحمت به همشان برای دستگیریشان. پروردگار خیری کردهشان و به درگاه الهی قبول گردونه. رحمت ما رو دستگیر کرد. پروردگار خیری کردهشان و خداوند به درگاه الهیش قبول گردونه. این پوله که این حال در کرده من جمع شده 447,808 روبل در کرده من گذشت. رحمت به همه برادران. رحمت برای دستگیریشو. پروردگار دستی کم رو نبینه. سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که صحت و سلامتید. انشاءالله الله خیر دنیا و آخرت در عوض کمک هایی که شما به نیازمندان میکنید نصیب گردونه. چه خیلی که به همگان معلوم است ما به همین مادر زبار کشاده بودیم به مقدار 600,000 روبل روسی. مادری که صاحب 6 فرزند و از گرده تنقیسی میکشید و تا امروز الحمدلله همه قدر مبلغ جمع آوری شده است و سبب زبار محکم کردن ما این است که دیگر مبلغ جمع نشد به همین مادر. به همین خاطر ما مجبور شدیم که زبار بسته کنیم و مادر خودش وای کرد که کمی دیگرش مونده است و انشاءالله که ما از یگان جو قرض میکنیم یگان وای میکنیم و طبابت هم رو دوام میتیم انشاءالله. بیا دوستان عزیز دعا میکنیم دست جمعانه در حق همین مادر که الله سبحانه و تعالی هر چیز زودتر شفای کامل نصیبش بگردونه و هر چیز زودتر در بالای فرزنداش ساق سلامت بایستد، چون که بسیار مشکل از دست سبحان الله فرزندای خرد دارد و به نگاه بین میمانند فرزندا وقتی که مادر در بستری است یا که مقصد در بگیم که نیست. و همین خاطر الله سبحانه و تعالی هر چیز زودتر شفای کامل نصیبش بگردونه و دعا میکنیم در حق آنهایی که دستی خیر کردن، در حق آنهایی که کمک کردن، دستگیری کردن، با دیگران نوار روان کردن و لایک و کامنتاری ها موندن. الله سبحانه و تعالی خیر دنیا و آخرت نصیب تان بگردونه و الله هر چی که دادین، هر چی که خیر کردین الله دوباره به شما سه باره به شما بر بگردونه. الحمدلله کوشش میکنین. خیلی خوشحال هستم که خیلی کوشش میکنین، لایک میمونین، کامنتاری میمونین و با دیگران روان میکنین. الحمدلله. و دوستان عزیز در آخر گفتنیم که الحمدلله خصوصا من خیلی خوشحال هستم که الحمدلله چونین جوان مردا داریم، چونین خواهرها داریم که مادرها داریم، اپاها داریم که الحمدلله در کارهای خیر با ما هم. باور کنید والله باور کنید بعد در همین اینستاگرام و در یوتیوب و در اینجا میبینم بسیاری دولت ها، چی روسیه باشه، چی داغستان و چی دیگه دولت ها باشه، همون زبارایی که میکشوین مثلی که در ما الحمدلله برادران و خواهرانی هستن که مقصد دستگیری میکنن نیازمندانه، خیلی نیست. والله مردم ما باور کنید خیلی رحمدلن، خیلی و خیلی رحمدلن الحمدلله و خیلی کوشش میکنن که یک چی کمک کنن، یک چی دستگیری کنن. الحمدلله من خیلی خوشحالم، خیلی دوستان میدارم دوستانی عزیز به خاطر الله که چی کاری که میکنه همه کارتون به خاطر الله هست. الله برکتم تا
جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله.